با سلام خدمت همراهان عزیز. آموزش امروز بوتاکسمون برای کلاینت عزیزمون میخوام فرم علامت گذاری برای کسانی که پیشونیایی تقریبا کوتاه دارن و رویش مو خیلی از پایین هستش، برای اینکه ما با بوتاکس یه لیفت خیلی خوب به پیشونی بدیم و ظاهر پیشونی بعد از تزریق بوتاکس و عملکردش یه مقدار بلندتر و لیفت شده تر به نظر برسه، این علامت گذاری رو خدمتتون میگم. علامت گذاری خط اخم که به روال قبل هستش، اخم کنید لطفاً. یه نقطه وسط، یعنی وقتی ما کلاینتمون اخم میکنه 2 تا خط کناره ها در کناره های ابرو میفته، ما علامت گذاری رو وسط 2 تا خط انجام میدیم و 1 سانت بالای تاج ابرو، لطفاً ابرو بالا باشه. علامت بعدی روی هشتی ابرو 2 سانت بالاتر، روی تاج ابرو بالا، اینها و اینا رو قبلا خدمتتون گفتم. حالا برای اینکه ما یه لیفت خوب به هم شقیقه هم پیشونی بدیم، میایم عضله‌ای رو که توی حالا رویش موها پنهان هستش، از دوم ابرو به اندازه 4 سانت یه خط صاف رو در نظر میگیریم. اینجا وقتی که ما این نقطه رو تزریق داشته باشیم، 2 خط تزریق داشته باشیم، عضله‌ای که مسئول پایین آوردن خط ابرو یا کلاً مسئول پایین آوردن هستش، این عضله فلج میشه و باعث میشه که یه لیفت خیلی خوب تو ناحیه پیشونی اتفاق بیفته. این سمت صورت هم به همین صورت توی این ناحیه ما یه تزریق خواهیم داشت. این برای کسایی که پیشونیای نسبت به صورتشون رویش مو پایین تره و پیشونی کوتاه‌تر به نظر میرسه. برای اینکه دوم ابرو هم لیفت بشه به سمت بالا، انتهای ابرو رو در نظر میگیریم و 1 علامت، و این کلاینتمون با توجه به اینکه دختر جوان و زیبایی هستن و زیاد خطهای پنجه کلاقی ندارن، ما فقط به جهت لیفت دوم ابرو 1 علامت از گوشه چشم، صاف نه، نیم سانت پایین تر رو علامت میذاریم فقط به جهت لیفت دوم ابرو. انشالله که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. لطفا ما رو در کانالمون حمایت کنید. موفق باشید.